با مقصد سهم گذاشتن در صنعت کنونی با صورت مملکت، رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت برای جلب سرمایه، تشکیل کارخانه‌های مشترک و با این وسیله افزون نمودن حجم نشان دهنده‌های صنعتی، تدبیرهای ضروری اندیشیده شده است. همین است که سال سال حجم محصولات صنعتی زیاد و جایهای نوی کاری فراهم آورده می شود. منطقه آزاد اقتصادی سوخت که یکی از کلانترین منطقه‌های آزاد اقتصادی در مملکت به شمار می‌رود، در اینجا ده‌ها سوبیکت‌های صاحبکاری به قید گرفته شده است. عین زمان رهبریت منطقه در همکاری با شریکان رشد و تأسیس کارگاه و کارخانه‌های صنعتی توجه خاصه ظاهر نمودند. به خصوص در اینجا باری نخست با سهم شریکان رشد از جمهوری مردمی چین و استحصال نقلیات کلان حجم و دوچرخه و سه‌چرخه‌های برقی خرد حجم شروع نمودند. قسمی از تکنولوژی و تجهیزات ضروری و قسم‌های احتیاطی برای آماده نمودن نقلیات از خارج کشور وارد شده، قسم دیگر از داخل مملکت دسترس می‌گردد. حالا در این کارخانه متخصصان چینی یکجا با متخصصان ساکنان محلی با آماده نمودن نقلیات مشغولند. با نظرداشتی از جهت اکولوژی بی‌ضرر بودن نقلیات برقی و ثمره بخش بودن از جهت اقتصادی، دایره فعالیت در آینده باز هم وسیع کرده می شود. باید گفت که به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت در ولایت سوخت بنیاد زیاده است 700 کارخانه و کارگاه‌های نوی صنعتی با 14000 جای نوی کاری به نقشه گرفته شده است. تنها سال 2024 166 کارخانه و کارگاه‌های نو با 2060 جای نوی کاری به فعالیت شروع نمودند. یعنی ولایت سوخت همچون منطقه دارای امکانات و پتانسیل‌های زیاد در تامین بازار داخلی با محصولات وطنی بلندصفت و زیاد شدن حجم صادرات محصولات حصه نظر است دارد.